سفارت که اشغال کردن ایران رو با یه معضل بزرگی مواجه کردن. یه خدمت آقای خمینی گفتم آقای رئیس جمهور راجع به این هیئت اینجور پیغام کردن. دانشجویان قانع شدن و یک شرطی گذاشتن، این شرط مقدور نیست. گفتم آقای رئیس جمهور عرض کردن که اگر شما تغییر رأی دادی بفرمایید که ما اینا رو محترمانه ردشون کنیم. ایشون گفتن که نه من تغییر رأی ندادم، نظر من همونه که گفتم. من رفتم خدمت آقای رئیس جمهور، رادیو اطلاعیه دانشجویان خط امام خوند. اینو که خوندن اندکی نگذشت یه اطلاعیه از آقای خمینی خوندن که این خواست این دانشجوها رو تایید کردشون. و سر این چراغ‌های راهنمایی که وقتی قرمز میشد میکوبیدن به این شیشه و اینها رو با یه همچین افتضاحی و بی‌حرمتی‌هایی رسوندن به فرودگاه و این هیئت ایران رو ترک کرد و این ماجرای گروگانگیری به عنوان یه معضل گنده باقی ماند. حاصلش این شد که قرارداد خفتباری برای ایران تحمیل شد. کسی به خاطرات کارتر مراجعه بکنه اونجا میگه که من وقتی امضا می‌کردم من رئیس جمهور امریکا بودم ولی واقعا دلم به حال ایرانی‌ها میسوخت به یه همچین قراردادی تن دادن. به نام یزدان پاک ایزد بخشنده و مهربان. در بهمن 1358 آقای بنی صدر متجاوز از 76% آرای ملی به ریاست جمهوری ایران برگزیده شد. مهمترین مسئله خارجی که کشور باش دست به گریبان بود این ماجرای گروگانگیری بود. اینکه دانشجویانی که بعداً دانشجویان خط امام شناخته شدن وقتی سفارت امریکا رو اشغال کردن، مرجع اینها آقای موسوی خائن‌ها بود. اینها همه سمت مریدی ایشونو داشتن، این دانشجویان خط امام. سفارت که اشغال کردن ایران رو با یه معضل بزرگی مواجه کردن، یعنی بحرانی درست کردن که تا به امروز دامنگیر این کشوره. آقای رئیس جمهور از اولین کسایی بودن که سرمقاله نوشتن در انقلاب اسلامی و هم سخنرانی کردن. خلاصه کار اینه که اینها امریکایی ها رو به گروگان نگرفتن بلکه ایران رو به گروگان امریکا دادن. بعد از این قضیه گروگانگیری آقای مهندس بازرگان از نخست وزیری استعفا کردن و شورای انقلاب عملاً هم عهدهدار اداره دولت شد و هم جانشین مجلس بود، یعنی هم شورای قانونگذاری بود و هم قضیه اجرایی دولت هم دست شورای انقلاب بود. و این خود مهندس بازرگان هم البته بعد از استعفا عده‌ای از اعضای دولت موقت عضو شورای انقلاب شدن، از جمله مثلا آقای مهندس معین‌فر بود و عده دیگه. آقای رئیس جمهور قبل از اینکه به ریاست جمهوری برسن سرپرستی وزارت اقتصاد دارایی بودن. مرحوم صادق قطب‌زاده هم عهدهدار سرپرستی وزارت خارجه بود. اونجا اعضای هیئت دولت یا سرپرستان وزارتخانه ها هم سرپرستی وزارتخانه ها رو داشتن، هم عضو شورای انقلاب بودن. برای اینکه این معضل حل بشه یه مذاکرات غیر علنی، من نمیخوام بگم پشت پرده، و یه تفاهمی با دولت امریکا شده بود، یعنی دولت کارتر. این قرار شد که این قضیه ارجاع بشه به هیئت حکمیت و داوری. خواست ایران این بود که این هیئت بیاد. دولت ایران اسناد مداخلات مستمر امریکا رو در امور کشور از 28 مرداد به بعد، یعنی در تمام دورانی که شاه حکومت کرد، بررسی بکنن. و بعد هم بخشی از قرار این بود که برن با این گروگان ها در سفارت امریکا ملاقات بکنن که ببینن که اینها در چه شرایطی نگهداری میشن، آزار و اذیتی شدن نشدن، شؤونات انسانیشون رعایت شده نشده، و بعد اونجا اعلام نظر بکنن. و اگه قانع شدن که امریکا در امور داخلی ایران مداخله مستمر کرده، اونجا برن و بگن که بله امریکا مداخله مستمر کرده. دولت امریکا این مذاکرات جانبی که بود گردن گرفته بود. اگر همچین داوری اینها این باشه رسما از ایران معذرت خواهی بکنن، مثل کاری که در دولت کلینتون راجع به کودتای 28 مرداد وزیر خارجه‌اش خانم مادلین اولبرایت کرد. و حتی قرار بود که به ترتیبی جبران مافات هم بکنه دولت امریکا. بعد اونجا هیئت اگر دریافت به این که با این گروه‌ها به شرط این که گفته باشن که با اینها بدرفتاری نشده، قرار بود امریکا عذرخواهی بکنه و ایران هم گروگان‌ها رو آزاد بکنه. و این توافقی بود که شورای انقلاب به اتفاق را تصویب کرده بود. یعنی از همین آقای
خامنه‌ای که الان رهبر جمهوری اسلامی هست گرفته تا تمام اعضای حزب جمهوری از آقای بهشتی و رفسنجانی و اردبیلی و بقیه به اتفاق این طرح تصویب کرده بودن و اصل این مذاکرات قبل از انتخابات ریاست جمهوری بود و قبل از این بود که آقای بنی صدر به ریاست جمهوری برسن. این هیئت به ایران آمدن. مرحوم قدس‌زاده اسناد عدیده‌ای تهیه کرده بود، به نظر اینها رسیده بود، اینها بررسی کرده بودن از دخالت امریکایی‌ها در امور ایران، حتی مثلا کمک‌هایی که به ساواک شده بود، تعلیماتی که به ساواک داده بودن برای رفتاری که با مخالفین اون روز و گرفتاران دستگاه ساواک و امنیتی داشتن. بعد حتی ایشون ترتیب داده بود که بعضی از این زندانیای زمان شاه و خانواده هاشون و اینایی که به اصطلاح شکنجه شده بودن، آزار شده بودن، اینا برمیگشت به اون مستشارانی که امریکایی‌ها داشتن در تعلیم و تربیت اعضای ساواک و اینها بیان شهادت بدن که چه بلاهایی سرشون آمده و این کار انجام شده بود و حالا مونده بود که برن گروگان‌ها رو ببینن و بعد برگردن اعلام نظر بکنن. خب حالا آقای بنی صدر رئیس جمهور شدن. اون موقع ایشون وقتی به تهران برگشتن خودشون منزلی نداشتن، مهمان خواهرشون بودن. منزل خواهرشون در خیابان شهناز 5 در یکی از بریهای خیابان دکتر شریعتی فعلی، یعنی جاده قدیم شمران. اون موقع این آقای دکتر انتظاریون امور روزمره رو سرپرستی میکرد. اونجا ترتیبی داده بود که مینیبوسی می آمد، صبح‌ها ایشونو همراه بعضی از مشاورینشون اون مینیبوس میرفتن به دفتر ریاست جمهوری و بعدم خب عصر و غروب و شب برمیگشتن. و قبل از اینکه ایشون برن من خواستن منزل خواهرشون، من رفتم اونجا. آقای خمینی هم اون موقع بیمارستان قلب بستری بودن و اونجا یک بخشی رو اختصاص به ایشون داده بودن. آقای رئیس جمهور گفتن که شما برید خدمت آقای خمینی بگید که آقا این هیئت آمدن، کارشون در وزارت خارجه و بازبینی و بازرسی اسناد و مداخلات امریکا در امور ایران تمام شده. نظرشون نظر غیر رسمی همون نظر ماست. این امریکا مستمرا در امور ایران مداخله کرده از 28 مرداد به بعد. تنها مونده به این که این قسمت دوم که اینها برن این گروگان‌ها رو ببینن که در چه وضعیتی نگهداری میشن، برن اعلام نظر بکنن و این قضیه حل بشه. این با تصویب شورای انقلاب همچین هیئتی آمده به ایران، شما مستحضرید، هم مستحضرید هم موافق این قضیه بودن. این آقای خمینی هم که مهر تایید به این تصمیم شورای انقلاب زده بودن. این دانشجویان مانع ملاقات اینها با گروگان‌ها میشن و شرط گذاشتن به اینکه این هیئت باید اول نظرش نسبت به مداخلات امریکا در امور ایران اعلام بکنه تا ما اجازه بدیم به اینکه اینا این گروگان‌ها رو بتونن ملاقات بکنن و بازدید بکنن. خب اون هیئت هم نمیتونست این کارو بکنه، چون حرفشون این بود که ما اگر که در خاک ایران اعلام نظر بکنیم بدون اینکه این قسمت دوم مأموریتمون رو انجام بدیم، این هیئت از حالت بی‌طرفی تلویحاً اینجوری منعکس میشه که اینها روی فشار ایران ما در خاک ایرانی همچیه و در صورتی که قرارمون این بوده که بریم اونجا اعلام نظر بکنیم. آقای رئیس جمهور گفتن شما به ایشون بفرمایید که اگر شما تغییر نظر دادید، چون آقای خمینی موافقت کرده بود با این، اگر تغییر نظر دادید این هیئت الان چندی آمدن چند روزی سرگردانه که این درست نیست، برای حیثیت ایران هم درست نیست که اینا رو اینجا ما بلا تکلیف نگه داریم. اگه تغییر نظر دادید بگید که ما اینها رو محترمانه راهی کنیم که برن. اگر تغییر رأی ندادید که لطفاً پیغام بفرستید و رفع مانع بکنید که این هیئت بتونه بره کارشو بکنه، بلکه این بار از دوش کشور برداشته بشه. من رفتم به بیمارستان قلب. اونجا یه بخشی رو اختصاص داده بودن به آقای خمینی و داماد ایشون آقا شهاب اشراقی هم دچار سکته مغزی شده بود و ایشون هم در همون بخش بستری بود. من رفتم به اون طبقه‌ای که ایشون بستری بود، اونجا رو واگذار کرده بودن به اعضای دفتر آقای خمینی. بعضی از اعضای دفتر ایشون نشسته بودن، از جمله آقای صانعی بود که اون موقع مسئول دفتر ایشون بود، آقای حسن صانعی که این بنیاد 15 خرداد بعداً بنا گذاشت. ولی خب اون روز آصل احمد خمینی رو من ندیدم در اونجا و من به حساب این که ممکنه مثلا داخل بخش باشه تو مثلا پیش پدرش. دیدم آقای هاشمی رفسنجانی هم اونجا هستن. آقای هاشمی آمده بودن که آقای خمینی رو ببینن. حالا من نمیدونم به چه علت
به احتمال زیاد ایشون هم شاید بابت همین موضوع آمده بود که آقای خمینی رو ببینه. برای اینکه این هیئت میگم چندین روز بود که بعد از اینکه کارش تموم شد در وزارت خارجه سرگردان بود و من با ایشون سلام علیک کردم روی سوابق قدیمی که بود و اینها. و آقای هاشمی معلوم بود که مدتی هم هست که قبل از من آمدن اونجا نشستن و منتظرن، گفتن که حال امام امروز مناسب نیست و اطباء ملاقات رو ممنوع کرد. خب ایشون وقتی اینجوری گفتن معلوم بود که مدتی هم اونجا منتظر بوده دیگه. بعد از یه مدتی پا شدن و خداحافظی کردن و رفتن. خب من این صحنه رو که دیدم که خب اینها آقای رفسنجانی رو با اون سوابقی که با آقای خمینی داره، اگه ایشونو راه ندادن که آقای خمینی رو ببینه به حساب این که حالش مناسب نیست امروز و اطباء ممنوع کردن، منم بگم که من از آقای رئیس جمهور پیغام آوردم میخوام آقای خمینی رو ببینم، همین جواب من خواهند داد. گفتم که من آقای رئیس جمهور فرستادن برای احوالپرسی و علل خصوص احوالپرسی آقای اشراقی، آمدم که حال ایشون رو بپرسم، چون عرض کردم که ایشون هم در همون بخش بستری بودن. آقای ثانوی رفتن داخل بخش، یه چند لحظه طول کشید و آمدن بیرون رو گفتن که آقای اشراقی میگن بفرمایید. من رفتم دنبال ایشون اتاق آقای اشراقی. اتاق آقای اشراقی هم اینجوری بود که شاید تو این بیمارستانا دیده باشید که مثلا یه قسمتی از اون بخش اتاق عمومیه، مثلا چندین و چند تخت میذارن، فقط یه بیمار بستری نیست، چندین بیمار بستریه که از این پرده ها دورش میکشن. اینا اتاق ایشون هم یه همچین حالتی داشت. معلوم بود که اون اتاق مثلا طور عادی پذیرای چندین و چند بیماره، ولی خب آقای اشراقی تختش همون کنار در بود. وقتی وارد میشدید دست چپ و بقیه اون مجموعه هم داده بودن به خانواده ایشون، یعنی خانومشون بود، بچه ها بودن. و من رفتم کنار تخت ایشون نشستم و سلام آقای رئیس جمهور رسوندم و خوشحال شد که ایشون که به اصطلاح مورد توجه بودن و گفتم حالا در ضمن من حالا که خدمت شما هستم یک کار دیگه هم آقای رئیس جمهور ارجاع کردن، ظاهرا میگن که حالا آقای خمینی مناسب نیست و این قضیه رو گفتم بشه. آقای اشراقی پا شدن و از روی تخت، چون حالشون اون موقع مناسب بود، یعنی فردای اون روز یا پس فردای اون روز مرخص شدن از پا شدن از تخت اومدن پایین، نعل پا کردن و تشریف داشته باشید من الان برمیگردم. خب پا شدن رفتن خدمت آقای خمینی. چند دقیقه نگذشته بود که برگشتن و به من گفتن که آقا میفرمان، یعنی آقای خمینی، که خودتون بفرمایید این پیغام آقای رئیس جمهور رو خودتون به عرضه بدید. بعد خب من دنبال ایشون رفتم و اتاق مفصلی بود. ما رفتیم اونجا و سلام کردیم و در زده ایشون هم تختشون رو پشت آورده بودن بالا، این تختای طبی بود دیگه، نشسته بودن و خب من سلام عرض ادب و اینها و بعد احوال پرسی دیدم نه حالشون مناسبه، لبخندی هم لب دارن و اینجور که به آقای هاشمی گفتن که ایشون رو دکترها قدغن کردن از ملاقات، اونطور نیست. خدمت آقای خمینی گفتم آقای رئیس جمهور راجع به این هیئت اینجور پیغام کردن. دانشجویان وانه شدن و یک شرطی گذاشتن، این شرط مقدور نیست، یعنی اگر اینا گردن به این شرط بگذارن به کل از بی‌طرفی خارج شدن و این اصلا دولت امریکا زیر بار این مسئله نخواهد رفت و این قضیه اصلا به هم پاشه. گفتم آقای رئیس جمهور عرض کردن که اگر شما تغییر رأی دادی، اینا با توافق خود شما آمدن اینجا، خب بفرمایید که ما اینا رو محترمانه ردشون کنیم برن و اگر تغییر رأی ندادی لطفاً و عاجلاً رفع مانع بکنید. ایشون گفتن که نه من تغییر رأی ندادم، نظر من همونه که گفتم، مشکلی نداره، برن ببینن. خب ما ملتجی شدیم به شما برای اینکه نمیگذارند که برن ببینن، لطفاً شما به هر طریقی که صلاح میدونی این رفع مانع بکنید. ایشون فرمودن که من از وقتی که این قضیه اتفاق افتاده من با اینها هیچ وقت مستقیم طرف نبودم، هر چی بوده از طریق احمد بوده، شما احمد پیدا بکنید و به احمد میگم که بره و این قضیه رو حل کنه. خب من خیلی تشکر کردم و آمدم بیرون. آقای ثانوی هم که اون موقع متوجه شده بودن که من خدمت ایشون رسیدم، آمدن گفتم که آقا احمد آقا رو میخوان. گل احمد آقا اصلا تهران نیست. حالا بعداً ما متوجه شدیم که برای درست میگفت، احمد آقا تهران نبود، آقای لاهوتی بهش بی احترامی هر که حرمتی شده بود در یکی از سخنرانی‌هاش در شمال قهر کرده بود و رفته بود به شمال و احمد آقا رفته بود بابت دلجویی ایشون رو برگردونه به تهران. من برگشتم
خدمت آقای خمینی عرض کردم که احمد آقا ظاهراً در تهران نیستن و این قضیه هم فوریه و فوتیه و شما الان آقای اشراقی گفتن که مرخص میشن. شما پس این پیغامو اگه مستقیم نمیخواید به اینها بدید توسط آقای اشراقی شما ابلاغ بکنید این قضیه حل بشه. و ایشون گفتن که اگر تا فردا احمد پیداش نشد مسئله نیست. خب من رفتم خدمت آقای رئیس جمهور گفتم که بله این ماجرا اینطوری شد. ایشون گفتن که نه شما فردا صبح برگردید اونجا بایستید تا این قضیه رو ایشون رسم و فتح بکنه. اینطور نمیشه، ما چند روز دیگه اینا اینجا معطل نگه داریم، به اینا چی بگیم؟ خب من باز دوباره صبح برگشتم دیگه، این دفعه نگفتن که حال ایشون، من رفتن و آمدن و من صدا کردم رفتم خدمت آقای خمینی. شما اگه واقعا تغییر رأی دادید خب بفرمایید. دیدید من این سوال کردم از شما، اگر نه که با آقای اشراقی بفرمایید که این پیغام شما رو برسونم. گفتم من تغییر رأی ندادم، دیروز هم گفتم من تغییر رأی ندادم. گفتن اشراقی رو صدا کنید، بعد به آقای اشراقی گفتن که بعد شما به این آقایون پیغام بدید که این چه مانعیه که درست کرده. من خوشحال برگشتم که این قضیه حل شد، یعنی به آقای اشراقی این مشکل حل بکنه. من رفتم خدمت آقای رئیس جمهور، رادیو اطلاعیه دانشجویان خط امام خون که این هیئت به شرطی میتونن بیان این گروگان ها رو ببینن که اینجا اول اعلام نظر بکنن و این امریکای جهانخوار رو مستکبر رو محکوم بکنن. حالا اینو که خوندن اندکی نگذشت یه اطلاعیه از آقای خمینی خوندن که این خواست این دانشجوها رو تایید کردشون و این با وجود این که میگم هم روز قبلش هم اون روز ایشون دوبار آقای خمینی به من گفتن که من تغییر رأی ندادم، این هیئت بیاد به همون ترتیبی که قرار بوده این ماجرا فیصله پیدا بکنه. خب وقتی این اتفاق افتاد دیگه هیئت حاضر نبود که این کارو بکنه. میکردم امریکایی‌ها اینا رو خلف وعده میدونستن. وزارت خارجه ماشینای دیپلماتیک اینها رو سوی هتلشون برداشتن ببرن به فرودگاه که ایران رو ترک بکنن. خب این ماشینایی که اینا رو می‌بردن ماشینای دیپلماتیک قدیم بود که ضد گلوله بود. حالا این دانشجویان از کجا خبر شده بودن که این هیئت داره ایران رو ترک میکنه میرن به طرف فرودگاه، با موتور و اینها افتاده بودن دنبال این ماشینا و سر این چراغ‌های راهنمایی که وقتی قرمز میشد میکوبیدن به این شیشه و اینها رو با یه همچین افتضاحی و بی‌حرمتی‌هایی بالاخره رسوندن به فرودگاه و این هیئت ایران رو ترک کرد و این ماجرای گروگانگیری به عنوان یه معضل گنده باقی ماند. من تصورم بر اینه که اینها، یعنی آقای صانعی، آقای توسلی، حتی این آقای انصاری اون موقع همیشه به صورت محافظ دنبال آقای خمینی بود که الان هم مسئول صحیفه نور در این گنبد بارگاهی که ساختن برای آقای خمینی اینها، اون موقع خب عضو جوانتر این دفتر بود، یعنی نسبت به صانعی، نسبت به توسلی که از حتی از صانعی گیرتر بود، نسبت به آقای رسولی که پدرزن ناطق نوری بود و مسئول استفتاءات آقای خمینی بود که در اون ایشون هم در دفتر بود. خطش هم بسیار شبیه به خط آقای خمینی بود که خیلی چیزایی که همه فکر میکنن به خط آقای خمینیه دست آقای خمینی میلرزه. چیزایی رو احمد هم خط شبیه ایشون بود، یه رسولی مینوشت یا احمد مینوشت و ایشون اون زیرش مثلا یه چند کلمه اضافه میکرد یا امضا میکرد خودش یا مهر میزد. این آقای انصاری جوانتر از همه اینا بود و ایشون هم بود در بیمارستان قلب. بعدن که من فکر کردم که اینا روز که مانع آقای رفسنجانی شدن میرفتن و تو میآمدن و اینا تماسی با اطباء نداشتن بلکه با احمد خمینی تماس میگرفتن، چون ایشون میدونستن کجا هر چی بوده و از طرف ایشون کارگردانی میشده. آقای موسوی خمینی ها خیلی نزدیک بود به احمد، یعنی اصلا به واسطه ارتباطاتش با احمد در دستگاه آقای خمینی بعدن عرض قربی پیدا کرد و دادستان کل کشور شد و چون خمینی ها با رفسنجانی هم میانه چندانی نداشت، حتی بعد مرگ رفسنجانی هم مهربان نبود نسبت به آقای رفسنجانی که هیچ میگفت چون این آدمش پرنسپی در زندگیش نداشت، یعنی یه بازیگر به تمام معنا بود و دنبال منافعش بود. در صورت اون موقع من فکر میکنم که در این قضیه خمینی ها بو برده بودن که آقای رفسنجانی آمده احتمالاً به خاطر این قضیه به احتمال بسیار بسیار قوی احمد دستور داده بود که از این ملاقات ممانعت بشه. خب منم که میدونید که به لطایف الهیئت رفتم و ایشون رو دیدم. در هر صورت هرچه بود حاصل گفتگوهای آقای خمینی ها بود با احمد.
و احمد بالاخره پدرش رو راضی کرده و اطلاعیه در تایید اون بده. در حقیقت تسلیم نظر آقای خمینی ها شده بود. آقای خمینی ها میدانید که از روحانیون تندرو بود و این گروهی که گروه فرقان شدن بعدها اونجا امام جماعت بود و یه تفسیرهای تندی میکرد، متهم بود به اینکه تفسیرهای مارکسیستی و کمونیستی میکنه از قرآن. این گروه فرقان هم معروف بود که ایشون بر رهبرانش نفوذ داره و مدتی از همین مسجد ایشون رفت و آمد داشتن و گذشته از اون می‌بینید که آقای خمینی ها در جوانی متهم بود، تمایلات توده‌ای بود و حتی آقای مختاری بود که از اعضای برجسته تشکیلات مخفی حزب توده بود در ایران و ایشون به خاطر اینکه اهل زرند ساوه بود، با پدر منم چون مخالف اون دستگاه بود، علیرغم اختلاف نظرها و که در دو قطب مخالف سیاسی بودن، ایشون بعد از انقلاب بنا به تصدیق این آقای مختاری گفتن که آقای خمینی ها منصب رسمی داشته در تشکیلات مخفی حزب توده اون زمان و ایشون حسابدار سازمان جوانان حزب توده در شهر قزوین بود. در هر صورت این قضیه رو اونجا مانع شدن که این مسئله حل شده بود. ببین اصلا شاید نحوه قرارداد بعدی که به قرارداد الجزایر معروف شد و اون خفت خاری که ایران پذیرفت و اینکه گروگان‌ها رو نگه داشتن تا اینکه انتخابات ریاست جمهوری امریکا انجام بشه تا آزادشون بکنن، بنابر قول و قراری که دستگاه آقای خمینی و حزب جمهوری اسلامی با دستگاه ریگان اون موقع داشتن و ملاقات آقای کیسی با آقای کروبی در اسپانیا، این قول و قرار که گروگان‌ها آزاد نشن تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا بگذره، می‌دونید که عامل مهمی بود در باخت کارتر. خب اونا قول داده بودن که وقتی ریگان رئیس جمهور شد همه جور مساعدت بکنن، از جمله دادن اسلحه و کمک‌های دیگه. این راه حل شورای انقلاب به اتفاق آرا موافق اجراش بود که این وبال گروگانگیری ایران نجات پیدا کنه. اینجا نشد. ظرف 24 ساعت برعکس من برگشت که آقای خمینی درست خلاف حرف خودشو در ضمن اطلاعیه‌ای داد و این گروگان‌ها موندن تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا. اونجا توجه بکنید مثلا محمد منتظری اونجا تو مجلس گفته که شما این قضیه رو تا کارتر هست حل بکنید، اگر افتاد به دست جمهوری خواها ایران روزگار سیاه خواهد شد. ولی رغم تمام این تذکراتی که بوده و اینها بعداً معلوم شد که نه، اینا درست با طرف مقابل نرد عشق باختن. بعداً معلوم شد که نه، اینا مشغول مذاکره بودن که این گروگان‌ها رو نگه دارن تا این کارتر فلک زده ببازه. این قضیه موند تا انتخابات امریکا در شرف انجام بود. دولت کارتر خیلی مصر بود که این قضیه حل بشه، از طریق دولت الجزایر مذاکره میشد و حاصلش این شد که قرارداد خفتباری بر ایران تحمیل شد. کسی به خاطرات کارتر مراجعه بکنه اونجا میگه که من وقتی امضا میکردم من رئیس جمهور امریکا بودم ولی واقعا دلم به حال ایرانی‌ها میسوخت به یه همچی قراردادی تن دادن. حاصلش اینه که میگه این قرارداد اخلاقی نمیدونسته، ولی به علت اینکه این رئیس جمهور امریکا بوده و حافظ منافع ملی امریکاست، میگه من خب باید امضا میکردم این پایه.